یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگم به مهمانخانه محبت ها و صمیمیت ها. خدا کنه که تاییدم براتون خیلی خوش و عالی گذشته باشه. مارشال ابراهیمی با ما هست. هدفت مارشال بر آمدن در سینما چی است؟ چی میخوایی از این هنر؟ ما میخوایم که میره براتون بیان کنم از طریق شعر. یک شعری که وطن دوست شاعر بسیار خوب کشور ماست شعر برام دین روز روان کردن و ما میخوایم براتون همین شعر بگوییم. د غیرت صفت میکیگی خو په علم میخندیگی، د غیرت صفت میکیگی خو په علم میخندیگی، یا خو زیم نا خبره یا دنیا خو نه پوهیگی. ز افغانیم خو انسانیم مهنت کش خدمتگاریم، ز افغانیم خو انسانیم مهنت کش خدمتگاریم، ز بزګریم ز فنکاریم خو هنر می نه چلیږي. فنکاری کې استازی کې موږ د هیڅ چا نه کم نه یو، فنکاری کې استازی کې موږ د هیڅ چا نه کم نه یو، خو ارمان چې ولې بې قدري زموږ زیاتیږي. زه مشال یم زه رڼا یم زه شادګل یم زه ناظر یم، زه مشال یم زه رڼا یم زه شادګل یم زه ناظر یم، زه د وخت لوی جبار خان یم خو هنر مې خاورې کیږي. نه پوهیږم څه به کیږي، هنر مړ که ژوندی کیږي. آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خداست. آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است. آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است. آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. ای وطن دار عزیزم بدلت کینه نما، باز در شادی دستان غم خینه نما. آشتی کن که ضروری و درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن. آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. وطن تشنه بیچاره من خسته شدی، با غم و کینه اولاد خودت بسته شدی. چه کسی پاره دامان تو را می دوزد، دل بیگانه به حال تو کی می سوزد. آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. کینه را گم کو بیا خانه را آباد کنیم، کمر را بسته و ویرانه را آباد کنیم. مادر و کودک
بسیار عالی، بسیار زیبا. تشکر دوستان، بسیار بسیار قشنگ. تشکر از همراهی خوبتان و به افتخار هنرمند بسیار خوب ما که در فیلم سرزمین دلاوران به افتخار یونت بسیار خوب فیلم سرزمین دلاوران یک کف خوب محکم و هنرمند بسیار عزیز ما وحید قاسمی که بسیار زیبا و دلانگیز شنیدن. دوستا در برنامه مهمانخانه مارشال ابراهیمی با ما بود. بسیار لحظات شیرین و نابیره داشتیم. چه خوب است که پیامشان را بشنویم، چگونه یافتین مهمانخانه را و نظرتان در مورد این مهمانخانه چی است؟ واقعیت مهمانخانه خانه خود ماست، یک جایی که واقعیت میتونیم که و درد دل خود و بتونیم به مردم خود بیان کنیم و بتونیم گفته. دیگه ما تشکری میکنم از دستنکاران برنامه، از هیئت رهبری تلویزیون میوند تشکری میکنم که همچنین تو برنامه زیبایی را به خاطر تشویق سینماگرای عزیز خود ساخته. دیگه بازم تشکری میکنم از شما دوستایی که تشریف آوردین و وقتتون ضایع کردین اومدین. دیگه بازم تشکری میکنم از تمام دوستا. خدا کنه که یک رمضان خوب را بازم سپری کنه و یک عید خوبی داشته باشین در رویتون. دیگه کفشانی عزیز بازم تشکری از خودت. واقعا من بسیار آرزو داشتم که در برنامه مهمانخانه بیایم و بتونم که تمثیل کنم اینجا گپ بزنم و چون رمضان است نتونستم. بازم بخشش باشه اگه کدام کمی و کاستی باشه. دیگه تشکری یک جهان از خودتان. واقعا برنامه مهمانخانه تمام سینماگرای ما بیاین، برنامه خود ما و شماست و تشکر از تمام احساسات پاک علاقمندان مارشال ابراهیمی که در تالار موجود هستند ما هم در البوم یادگار تقدیم مارشال میکنیم. انشالله که همیشه در دفتر کاری خود خواب کرده این یادگار مهمانخانه را نگاه بکنیم. انشالله چرا نه، این روز به یاد داشتنی را انشالله میشه وقت در دفتر کاریم این تحفه پیشم خواد بود. تشکر یک جهان بازم از تلویزیون میوند و از دوستان عزیز من همیشه کوشش میکنم محبوب ترین ها را در مهمانخانه براتان دعوت بکنم. خدا کنه که امروز هم خیلی خاص و ناب براتان سپری شده باشه. تا برنامه بعد که بازم در خدمتتان حاضر میشیم هر یکتان به خداوند پاک و لایزال میسپارم و سپاسگزار هستم از شما عزیزان.